رفیقه مانندی یک دیگر نیست، در یادی دولتی دوست از دشمن اثر نیست. یاران برای یاری غالب و خر رقیبند، طرز سی عالمم نیست تا دوستان قریبند. دنیا ترانه ایمه با دوستان همدم، با عشق و خنده های در روزی شادی و غم، از جرم و از خطاها وارسته نتوانم. آینه های حق بین در چشمی دوستانم. جان دوستان، جان دوستان، جان جهان دوستان، با صداقت با محبت بهتر زی جان دوستان. جان دوستان، جان دوستان، جانی جهان دوستان، مهربانان هم زبانان بهتر زی جان دوستان. بالای شما بردارد قدر مرا، مهرتون گرمی بخشد دنیای دخ روزه را. صد در دورنجی عالم از سر شود گریزان، تا همدمی شمایم هی دوستان عزیزان. با شما بیش و کمی من بگنجی زمان برابر، از شماست روخی روانم شاد و مهر بخش و توانگر. دست ازم ندهد دست، دستی صد باغ و بوستان، در جواب عاجزم من هی مهربان دوستان. جان دوستان، جان دوستان، جان جهان دوستان، با صداقت با محبت بهتر زی جان دوستان. جان دوستان، جان دوستان، جانی جهان دوستان، مهربانان هم زبانان بهتر زی جان دوستان. دایم برابری من، یارو برادری من. السلام علیکم دوستان عزیزان، بیننده های عزیز. فرمودند تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان به دوست گشتن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. امروز روزی زنگ آخر است. در همه گوشه کنار رسپوبلیک ازبکستان عزیزمان ختم مکتب شد و ختم کنندگان 10 ساله ها، 15 و 20 و 30 و 40 و 50 ساله ها یک جای جمع شدند و دیدار همدیگر را میبینند. ما باشد برای تبریکی 30 سالگی ها آمدیم که سال 1996 ختم مکتب داشتن. از نام مسافران تبریک میگوییم، همسیفانی که در مسافرت هستند و پیشکش شما انجام میکنیم. با ما باشید. با شبکه شهنام رفتیم. از دشمن اثر نیست. یاران برای دوستان قریبان. در روی ره گل پژمرده دیدم، لگدمان است و می‌نالد نهانی. زمان زیبی کاکل بودم اکنون، جوانی با جوانی با جوانی. بدیدم نانپر از بال کبوتر، به دستی مادرم با بی‌زبانی بر روی نان زده هرگاه میگفت جوانی با جوانی با جوانی. السلام علیکم.
السلام علیکم ختم کننده های سال 1996 95. این معلومات را خطا دادم برای ما. 30 سالگی ختم مکتب. امروز همه شمایان را از نام آن نفرانی که در عهده شمایان در دوره شما که جای آنها خالی است از نام آنها تبریک میگویم. جای آنها در قلب و در دیده و در دل شما خالی است. از نام مسافر همصنفانتان، از نام شرقی آیتی، زیلال آیتی، باچر آیتی، آلم آیتی، صداقت آیتی، مستور آیتی، نصیب آیتی، فرزاد آیتی، نفس آیتی ها شما را تبریک میگویم. گفتن ما اساسا همراهی آلم آیتی صحبت کردیم، گفتن از نام همه ما تبریک و همصنفان را بسیار یاد کردیم و حضور خورس امروز یادشان ما ایستاده و کودکی ها سفر کردن نتونستند و از آغاز سخنت رسان که انمی شعر از آن من خواندن زنگ آخر برد ما را هر کجا از هم جدا تا هنوزم گریه زنگ جدایی در دل است. بعد از این با دعوت زنگوله حتی لحظه نزد مکتب خانه ما را جمع کردن مشکل است. بسیار خیلی دیداری همدیگر یکدیگر از شمایان دور نکردند. خدا کند 50 سالگی نیو 100 سالگی ختم مکتب را خیلی در دیداری همدیگر دیدن نصیب کند. بسیار حاضر ما هم تمام کردیم. امسال 10 سالگی ما بود و تمام کردیم و معلم ها بسیار گفتنهای زیبا گفتن شمایان یک آیله هستید. برای پسرها دختران خواهر هستند، برای دخترها پسران برادر هستند و همیشه این رفت و بیا این لحظه ها از شمایان دور نباشد. از یک سین پادشاه هم میبراید وزیرم و کارگرم و همون پادشاه هم در سین خواندگی مخفا کودک بود خطا کرد و در چشم همون همسین همون کودکی خطاکار است و در نزد همدیگر یگان منصب را اجرا نمی‌کنند. همسین در روی دنیا از همه دوستی بهترین است که از خودی یک جای کلام می‌شود. امروز غبار 10 ساله ما برآمد. من از شما 30 ساله است برآمده است. ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غنیمت، عمری روان است. خواهیم یا نخواهیم صد شکر زندگانی بیغم بودن غنیمت. برای همه شما که شما پدر هستید، مادر هستید، در خاندانتان فقط بردباری، خانه آبادی، نیکروزی‌های زندگی را آرزومند. همیشه موفق باشه. درباره دوستی چقدر سخن گویم کم است. دوستی خود را بگید اگر از غم و اندوه و از همه چیزی دنیا، از تشویش‌های زندگی دنیا دور می‌شود و سفر می‌کند باز به کودکی ها میگن اصلا به حسمی انمزو خیلی بازی کرده بوده. امروز انمها بازی‌های کودکی را شمایان بیان می‌کنید. ببینید گیاهی پشته‌ام باران ای دوست، گیاهی پشته‌ام باران ای دوست، منم بیمار و تو درمان ای دوست. مرا دل می‌کشد بر صحبتی تو، تمنای دلی پزمان ای دوست. و جان همتا نباشد لیک دانم تو بر من جانی ای دوست. روحت بینم بلب آید تبسم، تو چون خورشیدی نورافشان ای دوست. امروز همصنفان در چهره همه شمایان خورشید نورافشانی زندگی را دیدن و حاضر همه شمایان همون صنفی 9 و 10 و 11 ساله شده آن لحظه ها را یادآوری کرده ایستاده. بگذار همیشه باشه. حاضر باشد میخواستیم سخنها را از همه شنویم. کسا میتواند شعر خواند، کسا میتواند همصنفان را از دیداری همدیگر فرصت بگیرد ifade کنند. من جای خودتان سر کنید و از همه دوام میکنم. از همینجا بفرمایید. تشکر زحمتی که برای ما یک تو انجام و کمی کسی دوره ما برای دست کندم کودکی باش کرد. درختی دوستی بینشان که کام دل و بار آرد، این حالی دشمنی برکن که رنجی بیشمار آرد. دوستانی عزیز، خانه‌های گرامی، مسافرک‌های عزیز، هم یکاتون و تشکرهای زیاد و بر زیاد. شما مانع خدا کرده خدا شما می‌خواهد.
الان نکن. Osman, habis ke mana? Belum telefon. پاتوفتان بلبل. در دل چه آرزوی نیت دارد دامنه عمل پوشد. من شما نمیگفتم در اینجا همه گپی نزدیک با من تکی. مسافرها جای باشه صاف باشه. رحمت مهمه یوبرد شما آرومی مهربانی بفرمایید. این سال ایرانی در بعد مهمان شیشتر با از دیگر نمودن بی‌بدایی زیاد کردن. همدیگری ما یوبرد کردن. با روزهای نفس با همدیگر یک جای شدیم یک جای با دیدار بینی کنیم. بی جای باشه صاف باشه. باشه سلامت باشه. چی نیت کرده فکر هم میان کش جمعه عمل شد. آمده توی وقت یک بطور سرسته. هم یک بطور این زن مبارک شود. 30 ساله نیم 10 ساله 100 ساله شود. هم یک بطور شامت یک بازی کنه. وقتی که الله مهربان هنوز نگاه دارد صاف سلامت بور پیمان در دردانهاشون درآمده بیانی بگیم.
اگر کنم با این 30 سالگی تبریک کنم اولین ما وقت خط کنم برکت راهرویم کار شما برکت ایمت شما این روزی نام شما برکت دارد چی تری من از این خودم تمام خیلی سرها شما من برای همه جان تبریک کنم گفتگیم هم خوشیوش نمیگم هم داریم چی بگم Oke, supaya di sini pun baik-baik. Terus mau bosan tinggi mau siapa? Lautnya aja berarti di mana siapa? Rahman, bravo. Nah, kita sendiri faal tadi. Kelas nom kibut. Manijati. Manijati, ozu khatiram tom hasmi ki amrohi ki partner beshish. امروز ما که در خدمت هستیم لحظه‌های تعریف و مهور ساخته خدا خواهد 50 سالگی همه اکران کلام و 30 سالگی ویدیوهایی که ما در وقتی تارت بوده حاضر باشه دو تا برآمده تارت بوده نه نشید سرود را میمونه شما تیار کنید من امروز ما هم خصوصا 30 سالگی مکتب خط مکتب رو گذرانده استاده لیکن یک تا چیز از خاطر بروبردن نور محمد و شورا معلم و یعقوب سیفون و معلمی اولی بودن لیکن آن کس حاضر از آنها گذشتگی رو اوراشون شاد شود آن کس رو چی میگن یادآوری میکنیم همون رو هم مواتون چی نیت دارین یا تو برسه دخترها رهدورکا هم مواتون صاف سلامت کردین سری بچه هاتون و اویله هاتون و صاف سلامت بیه با همکر شما که خورسندی کده شدین و دقتتون رحمت حاضر مانیجایی گفتن که مکتب 38 یک جای خونده اکنون تکلیف میکنیم پیشنهاد کنم دو کس تکلیف کنیم همه بریدگش در کار ویدیوچی ها این لحظه ها تعریف ها مهور میسازن برهمت دو کس مانیجایی که داماشون نگفتن گیره برهمت سونادکه و مانیجایی مرحمت سونادکه و مانیجایی آوای طرف
اکا جمشید اکا سردار سیز دوتا سردار سیز زبیدایتی و منیجایتی مرحبا جان
عزیزان، امروز ما در طرفخانه آشیلباها در ختم 30 سالگی مکتبی ختم کننده های سال 1995 مهمان بودیم. از نام مسافران، از نام شرقی آیتی، زلال آیتی، مهجر آیتی، عالم آیتی، صداقت آیتی، مستور آیتی، نصیب آیتی، فرزان آیتی، نفیس آیتی ها تبریک کردیم. لحظه های خرسندی را همراه شما هم به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام و خود را احتیاط.